الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین. مبارزه کن، میفرماید جاهد، نمیفرماید قاتل. قاتل الکفار و المنافقین همیشه لازم نیست، اما جهاد مجموعه کامل تعالیم الهی خدا سعی میکنن دنیای اسلام را از وحدت خود هرچه بیشتر دور کنند. این برای اونا تهدیده. 1,5 میلیارد. اگر مسلمان ها متحد باشند وضع فلسطین یک جا به دست بوکو حرام و داعش و امثال اینها کشته میشن، یه عده هم در این آتش ها میدمند. شیعه انگلیسی هم مثل سنی همه دولبه یک قیچی هستند. سعیشون این است که مسلمان ها را به جان هم بیاندازند. این پیام، اما پیام وحدت این است که اینها از این اختلافات عبور بکنن، در کنار هم قرار بگیرن، با هم. 100 بار تکرار میکنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و چکاپ ها. چرا این کار رو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسل‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود. نکنند. برادران با هم زندگی کنید. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید هم اشتراک نظر هم هست. این همه مشترکات داریم، اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلافات. نگذارید